یکی از کارهای خیلی قشنگی که از قدیم بین ما بوده و ما هم هنوز بهش عادت کردم همینه که سبزی تازه میگیرم خودم خورد میکنم. یعنی الان این شوی تازه و سیر تازه رو گرفتم، شستم قشنگ، حالا دارم خوردش میکنم. بعدش هم قشنگ میذارم تو ظرفی، میذارم تو فریزر، تو نایلون هم نمیذارم که به هم نچسبه، قشنگ پودر میره. حالا هر وقت خواستین برای انواع پلوهاتون، خواستین نمیدونم برای سوپی، خواستین تو کتلتی بزنین که خیلی عطرش خوبه، از 100 تا سبزی خشک بهتره. سبزی خشک رو میذارین یه مدت میرین میگیرین از بازار بو خاک میده. خب چرا این کارو بکنه؟ بیاین یه ذره او سنت‌های قدیمیمون رو داشته باشه. از همه بهتر همون سنت‌های مادرامونه. یکی از کارهای خیلی قشنگی که از قدیم بین ما بوده و ما هم هنوز بهش عادت کردم همینه که سبزی تازه میگیرم خودم خورد میکنم. یعنی الان این شوی تازه و سیر تازه رو گرفتم، شستم قشنگ، حالا دارم خوردش میکنم. بعدش هم قشنگ میذارم تو ظرفی، میذارم تو فریزر، تو